اخبار کوتاه، دقیق و مهم روز پنجشنبه. ریاست پاسپورت میگوید از طریق سیستم آنلاین به مورخ دهم ماه هود سال جاری در تمام کشور روند توزیع پاسپورت آغاز می شود. مولوی محمد یعقوب مجاهد سرپرست وزارت دفاع ملی میگوید ما اردوی قوی، منظم و مجهز در کشور داریم که هر لحظه آماده دفاع از تمامیت ارضی افغانستان می باشد. نیروهای امنیتی حوزه 12 قماندانی امنیه کابل 3 تن قاتلین یک فرد مقتول را بازداشت کردند. شخصی که در ساحه ارزان قیمت شهر کابل زندگی میکرد و یک ماه پیش توسط همسر مقتول با کمک 2 نفر کشته شده بود که بعد از تعقیب نیروهای امنیتی قاتلین بازداشت شدند. وزارت مالیه میگوید برای کمیسیون های اقتصادی و اداری ریاست الوزراء بودجه استماعیه پیشکش گردید. وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان میگوید در 2 روز گذشته بیش از 3000 مهاجر افغان از کشور ایران به کشور بازگشتند. از اول ماه دلو سال 1401 هجری شمسی تا پایان این ماه 396455 متریک تن انتقالات از طریق راه آهن افغانستان صورت گرفته است. شرکت برشنای افغانستان میگوید در عواید این شرکت نسبت به سال گذشته 15 الی 20% افزایش به میان آمده است. وزارت امور داخله میگوید در جریان توزیع یونیفرم این بار برای 3000 تن منصوبین امنیتی ولایت بلخ یونیفرم توزیع گردید.